خدا را بسیار یاد کنیم و تو چه می‌دانی که یاد خدا چقدر آرام بخش دل هاست. خدا را سپاس گوییم به خاطر نعمت‌هایی که از آنها غافل بودیم. نعمت سلامتی، چشم، گوش، دست، پا، عقل، اینها که ظواهر نعمت‌ها هستند. پس خدایا از کدام نعمت‌ها صحبت می‌کنی؟ آنها که تو خود را پشت آنها پنهان کرده ای. به خود بیا و نگاهی به خودت کن. کمی فکر کن. از هیاهوی زندگی خارج شو. همه را دیده ای و شنیده ای. فقط به یاد آور. کمی گوش کن. کمی بشنو. صدای قلبت را با تو میگوید که منم قلب تو، که همه چیز را به تو گفتم و تو بی اعتنا از کنارم گذشتی. این تو نیستی که در من میتپد، بلکه این توی لایتناهی توست که مرا به تپش میاندازد. کمی نگاه کن. کمی ببین رودخانه رگهایت را که به تو نشان میدهند که این روح خدایی توست که در تو جاری است. آخ مغزم، آخ سرم، تو که سر نیستی، تو ته هم نیستی. سر فقط تویی، خود تو که سر بر آستانش گذاشتی، که درد تو، رنج تو شد از سر گذشتن تو، که بی درد و رنج شدن تو و آتشی که شد در بند تو. درد تو دوای توست، دوای تو خود تو، که پیدا کنی درد خود را، که بسازی داروی خود را، که شوی حافظ غزلگو، که تو خود حجاب خودی. از میان برخیز که بخوانی و بدانی همان را که پشت آن پنهان شدی، که در بیرون و درون توست آنچه که باید خوانده شود، خواندنی را. صدای تاپ و توپ قلب، صدای شرشر رودخانه رگها، صدای هوهوی حرکت دردها در اعصاب و احساس درد، همه را میشنویم، میبینیم، احساس میکنیم. این همان صدای خواندنی است، همان صدای توی لایتناهی است. با او هم صدا شو، بخوان تا در تو جاری شود، تا تو را بی درد کند، تا شود جزئی از وجود، تا شود بود و نبود، تا شود آن که می باید و بود، تا شود کون و مکان، لا مکان و لا زمان. دیگر او انسان نبود، هست قرآن.